برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام قلمرو مملکت کارهای آبادانی سازندگی با مرام جریان داشته، در ناحیه اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان هزین روند در کنار نبوده، روز از روز سیمای ناحیه به کلی تغییر یافته ایستادند. از برکت دوران صاحب استقلالی با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اشکاشم و شریکان روش در دهه هندرابی جماعت اسکر زمیرف بنای ماموری جماعت مذکور از نوسازی گردیده آن از دو آشیانه عبارت میباشد. ساختمان بنای جماعت را جمعیت دارای مسئولیت محدود اینوسترای به ذمه گرفته، در هم 15 نفر ساختمانچیان محلی به کار جلب گردیدند. عین زمان ساختمانچیان به اندازه‌کنی و به بامپوش نمودن بنا بند میباشند. تعمیر اساسی بنای ماموری جماعت دیوت ما این تعمیر کارهای ساختمان سر شدن، کارهای ساختمان از طرف جمعیت دارای مسئولیت محدود اینوسترای پیش رفته استودن کارگران جمعیت لایحه استواری اجتماعی اقتصادی با مبلغ‌گذاری بانک عمومی جهانی عمل شده است. 15 نفر جوانان بیکار به کار موسمی جلب کرده شدند و با معاش خوب و شرایط کاری تامینند. من تا ماه یون سال 2021 بنا باید به استفاده از تعمیر اساسی برآورده شده به استفاده داده شود. به حالت امروزه 70% کارها به انجام رسانیده شدند. کارهای انداوه و من دو بامه و اینا به آخر رسانیده شدند. اکنون کارهای داخلی بنا و شناندن در و تریزها اینا موندگی تا ماه اکتبر اینا باید به سامان رسانیم. همچنین توفه به 30 سالگی صاحب استقلالی جمهوری عزیزمون مورد استفاده باید قرار داده شود. کارمندان جماعت دهات اسکر زمیرف از زمان شوروی در این بنا فعالیت نموده آن به تعمیر اساسی نیاز داشت. در عرفه جشن سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آرزوی کارمندان جماعت جامعه عمل پوشیده بنا از نوسازی می‌گردد. مسئولین نیت دارند در برابر ساختمان بنا همچنین گرد و اطراف آن را آباد نموده سیستم گرمدی و اتاق‌های مرکزی خدمت رسانی را برای کارمندان بنیاد نمایند. انجام کارهای تعمیر و هزینه‌سازی در عرفه جشن سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مهیا گردید.